درود بر شما، امیدوارم که عالی باشین. بریم ببینیم 26 ژانویه که بهش میگن روز ملی استرالیا داستانش چیه. برای اینکه داستان روز ملی استرالیا رو براتون تعریف کنم باید یه کمی برگردم عقب و در مورد تاریخش بهتون بگم. اولین بار یه آقای جانسون نامی که هلندی هم بوده از اروپا میاد اینجا که در واقع این جزیره استرالیا رو نقشه برداری بکنه. ایشون میره قسمت‌های شمالی کوئینزلند و نقشه‌ش رو از خشکی‌های اون قسمت تهیه میکنه و میره. چند سال بعد، یعنی تو سال 1642، یه آقای آبل تاسمان نامی میاد که در واقع کار نیمه تموم آقای جانسون رو تموم بکنه. میاد خشکی تازه پیدا میکنه و اسم خودش رو میذاره رو خشکی که ما الان بهش میگیم تاسمانی و اونم نقشه همون قسمت تاسمانی رو تهیه میکنه و میره. اروپایی‌ها تو این سالها هی رفتن و اومدن و هی رفت و برگشت داشتن، ولی خب هیچ وقت به این فکر نکرده بودن که بخوان این سرزمین رو تصاحب بکنن و به نام خودشون ثبت بکنن. میومدن نقشه‌هاشون رو برمی‌داشتن از هر قسمتی و میرفتن تا اینکه سال 1770 آقای کاپیتان کوک از انگلیس میاد و در واقع میرسه به سیدنی. از اونجایی که پای انگلیسی به یه جایی باز میشه دیگه نمیتونی بیرونش بکنی، این هم همین کار رو میکنه و قسمت‌های جنوبی سیدنی رو کشف میکنه و اسمش رو میذاره نیو ساوت ولز و همون موقع هم یه پرچم میکوبه توی این سرزمین و این سرزمین رو تقدیم میکنه به جورج سوم و اعلام میکنه که این سرزمین پادشاهی بریتانیا هست و برمیگرده میره. چند سال بعد آمریکا استقلال خودش رو از انگلیس اعلام میکنه. سال 1786 یعنی 16 سال بعد انگلیس میبینه که زنداناش پر شده و نمیتونه زندانی‌های خودش رو تبعید بکنه به آمریکا و اینطوری میشه که بریتانیا در سال 1786 تصمیم میگیره که زندانی‌های خودش رو تبعید بکنه به استرالیا و در 26 ژانویه 1788 کشتی بریتانیا میرسه به استرالیا. خب خیلی بدیهیه که بین همه این زندانی‌ها معلم بوده، مهندس بوده، پزشک بوده، قاتل و جانی و دزد و بزهکار هم بوده، ولی خب اینا میرسن اینجا در کنار هم زندگی میکنن و در واقع با این سیاست بریتانیا اینا رو میفرسته اینجا که این سرزمین رو آباد بکنن. به خاطر همین بهش میگن روز ملی استرالیا، یعنی در واقع انگلیسی ها اعتقاد داشتن که این سرزمین رو کشف کردن، ولی قبل از همه اینها خب ابورجینال ها در اینجا زندگی میکردن. ولی خب واقعیت اینه که زمانی که انگلیسی ها میان توی این سرزمین اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته. توی این روز خب یه عده دارن جشن میگیرن، یه عده دارن اعتراض میکنن. مثلا همین 2 روز پیش که روز ملی استرالیا بود، خب ابورجینال ها ریختن تو خیابون و باز هم مجسمه کاپیتان کوک رو زدن و شکوندن و رنگ پاشیدن روشو و خیلی اتفاقات دیگه. قرار بوده که روز ملی استرالیا حذف بشه، قرار بوده که دیگه این روز جشن گرفته نشه به احترام مالکان اصلی این سرزمین. در حال حاضر جمعیت ابورجینال ها توی استرالیای غربی خیلی زیاد هست و خب توی روز ملی استرالیا اتفاقات عجیبی میفته. بعضی از ابورجینال ها به سفیدها حمله میکنن و خب در واقع معتقدن که اینجا سرزمین ماست و باید سرزمین ما رو به ما پس بدیم. و خب اعتقادشون اینه که خب چه جشن پایکوبی، این روزی بوده که شما اومدین اینجا خونریزی راه انداختین، کلی از ماها رو کشتین و سرزمین ما رو از ما گرفتین، پس چطور میتونید این روز رو جشن بگیرید؟ حتی که ابورجینال ها و جزیره نشین های تنگه تورس یه سری آفرهایی هم دارن، یعنی علاوه بر مردم عادی یه سری آفر دارن، مثل اینکه مثلا هر ارگان دولتی و خصوصی حتما یکی از سوالاتشون اینه که آیا شما ابورجینال هستین. و یه نکته دیگه هم که هست اینه که هر جای استرالیا شما میرین 2 تا پرچم میبینید، یکی پرچم استرالیاست که خب سرمه‌ای و ستاره داره و یه خطای قرمز و پرچم ابورجینال هاست که شامل 3 رنگ، مشکی، قرمز و یک خورشیدی وسطش هست که زرده. در واقع اون مشکی نماد انسان، قرمز نماد طبیعت و اون خورشید زرد وسطش هم خب نماد خورشیده. این کلیتی بود از اینکه روز ملی استرالیا چیه، چرا و اصلا داستان و تاریخش چی بوده. این یک کلیتی بود که من خیلی خلاصه
براتون توضیح دادم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه.